سالها پیش مردان جمهوری اسلامی کمک‌های مالی به گروه‌های فلسطینی را با قاطعیت انکار می‌کردند. اما حالا دیگر همه می‌دانند که جمهوری اسلامی بزرگترین حامی مالی این گروه هاست. You claim to denounce terrorism and violence in all forms, yet your nation, under your presidency, gave hundreds of millions of dollars in funding and weapons to terrorist organizations. You've said, "We love Hezbollah, a killer of innocent women and children." Do you still feel that way today? واقعا شما مطمئنید که من صدها میلیون دلار به تروریستا کمک کردم؟ از کجا میگی؟ سندتون رو بدید. Are you really sure that I gave hundreds of millions of dollars in aid to terrorist organizations? نه، شما مطمئن باشید که چنین چیزی اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. اگر ما هم کمک میکنیم کمک هامون معنوی است. این ادعا که میشه صدها دلار، دهها دلار و صدها میلیون دلار و دهها میلیون دلار و حتی صدها دلار و دهها دلار هم ادعاهای بی سند و بی مدرکی است که میشود. درگیری اخیر اسرائیل و حماس و تشکر بی‌پروای گروه‌های فلسطینی از رهبر جمهوری اسلامی تازه‌ترین نشانه‌های حمایت جمهوری اسلامی از این گروه‌ها بود. روز 30 اردیبهشت 20 می آتش‌بس میان حماس و اسرائیل به اجرا درآمد. این آتش‌بس به 11 روز درگیری میان دو طرف که بیش از 240 کشته به جا گذاشت پایان داد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر حماس در پیامی از حمایت‌های مالی، نظامی و فنی جمهوری اسلامی در این جنگ تشکر کرد. فإنني أحيي كل مكونات الأمة وكل مواقعها التي تتبنى خيار المقاومة وتدعم المقاومة على أرض فلسطين وهنا أخص الجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تتوانى من دعم المقاومة وإسنادها ماليا وعسكريا وتقنيا وذلك امتثالا لاستراتيجية الجمهورية التي رسخها. حالا در حالی که حدود 10 روز از پایان جنگ حماس با اسرائیل می‌گذرد، یک صورتحساب باور نکردنی بعد تازه‌ای از درگیری‌ها میان اسرائیل و غزه را آشکار کرده است. این سند افشا شده که صورتحساب یک هتل لوکس در دوحه پایتخت قطر است، نشان می‌دهد که اسماعیل هنیه دقیقاً روز قبل از آغاز موشک‌پرانی حماس به غزه وارد این هتل شده و تا روز آخر درگیری‌ها در آن اقامت داشته است. این صورتحساب که به نظر میرسد قرار نبوده هیچ وقت به بیرون درس کند، نشان میدهد که اسماعیل هنیه و چند نفر از همراهانش که احتمالاً فرماندهان ردبالای حماس بودند، به مدت 11 روز در این هتل سویت‌های رویال در اختیار داشته و هزینه اقامت آنها بالغ بر 1 میلیون دلار شده است. تاریخ صدور این صورتحساب روز 20 می یعنی روز اعلام آتش بس است و مدت اقامت 11 روز. یعنی اسماعیل هنیه و یارانش تمام مدت 11 روز درگیری را در هتل ماندارین اورینتال قطر به سر بردند. این هتل لوکس در قلب شهر دوحه قطر قرار دارد و مرکز اسپا یا خدمات ماساژ آن بسیار محبوب است. نکته جالب دیگر در این ماجرا استفاده اسماعیل هنیه و یارانش از خدمات ماساژ این هتل است. یعنی زمانی که مردم غزه و اسرائیل زیر رگبار موشک‌ها قرار داشتند، آنها برای گرفتن ماساژ در این هتل مبلغ 26,000 دلار پرداخت کردند. دو نکته در این ماجرای عجیب قابل توجه است. اول، فرماندهانی که ادعای مبارزه برای مردم و آزادی سرزمین خود را دارند، اما در سخت‌ترین شرایط مردم خود را تنها می‌گذارند و برای دور بودن از خطر نه به یک خانه امن بلکه به مجلل‌ترین هتل‌های جهان می‌روند. با یک جستجوی ساده در اینترنت می تواندید هتل ماندارین اورینتال دوحه برای در امان نگه داشتن جان فرماندهان ردبالای یک گروه شبه نظامی جای بسیار لوکس و گرانی به شمار می رود. این هتل 5 ستاره زنجیره‌ای که دفتر مرکزی آن در هنگ کنگ قرار دارد، از مجموعه هتل‌های لوکس جهان است که هزینه اقامت در اتاق‌های آن بسته به مساحت، ظرفیت و میزان لوکس بودن اتاق از 343 دلار آمریکا شروع و تا 16,000 دلار برای سویت‌های رویال بالا می‌رود.
قیمت‌هایی که هیچ کدام از افرادی که در غزه در آن 11 روز گرفتار جنگ بودند نمی‌توانستند تصورش را بکنند. اما فرماندهان حماس به سادگی توان پرداخت هزینه‌های اقامت در چنین هتل‌هایی را آن هم در روزهای خونین جنگ دارند. طبق این صورت حساب 4 سویت رویال در اختیار 4 عضو رده بالا قرار داشته و 24 اتاق 2 نفره و 1 نفره رویال در اختیار 24 عضو دیگر تیم که احتمالاً رده‌های پایین‌تری داشتند. هزینه اسپا و ماساژ این 28 نفر $26,000، هزینه لباسشویی $7,000، هزینه استفاده از سالن اجتماعات هتل $98,000، هزینه حمل و نقل $9,000 و یک هزینه عجیب و ذکر نشده $314,000 برای خدمات دیگر در صورت حساب آمده است. درس کردن این صورت حساب غوغای زیادی در میان شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عرب زبان برپا کرده. همزمان با انتقادها از خوشگذرانی اسماعیل هنیه و یارانش در حالی که آتش جنگ را برافروخته بودند، یک سند محرمانه دیگر هم منتشر شده که نشان می‌دهد اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی از لو رفتن این صورت حساب اظهار ناخشنودی کرده است. این نامه که سربرگ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را بر خود دارد نشان می‌دهد که اسماعیل قاآنی اسماعیل هنیه و تیمش را مقصر می‌داند، زیرا بر اثر غفلت آنها صورت حساب اقامتشان در هتل لوکس دوحه افشا شده است. راستی آزمایی این سند با توجه به اینکه نمونه‌های زیادی از نحوه نامه‌نگاری بین مقامات جمهوری اسلامی و گروه‌های فلسطینی در دست نیست، کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد، اما بیان آن از سوی شهروندان عرب منطقه نشان می‌دهد که آنها هم به همان چیزی فکر می‌کنند که یک ایرانی با شنیدن این خبر به ذهنش می‌رسد. اینکه مخارج و هزینه‌های این هتل را جمهوری اسلامی ایران پرداخت کرده است. همکاری اسماعیل قاآنی و حماس علاوه بر شواهد قبلی در روزهای اخیر با این اظهارات او شکل تازه‌ای پیدا کرده. اینکه حماس عمدن تأسیسات زیربنایی را در اسرائیل هدف قرار نداده، زیرا به زودی از آنها استفاده خواهد کرد. و رژیم صهیونیستی فکری بکند برای اون روزی که باید ذلیلانه این خاک رو ترک کند و برادران ما در فلسطین از الان برنامه‌ریزی کردن برای این کار و با تدبیر دارن عمل میکنن. خیلی از تأسیسات زیربنایی رو که میتونستن بزنن نزدن، برای اینکه این تأسیسات رو زمان طولانی طول نخواهد کشید که خودشون از این تأسیسات استفاده میکنن. الان دیگه در این جنگ اثبات شد که فلسطین قهرمان انشاءالله باید در فکر اداره کل فلسطین باشد. آیا منظور اسماعیل قاآنی از فلسطین قهرمان اسماعیل هنیه و مردانی است که به جای حضور در جبهه جنگ از هتل‌های لوکس و اتاق‌های ماساژ صحنه جنگ را دنبال می‌کنند؟ و آیا اعتماد قاآنی به اینکه آنها می‌توانند برنده این جنگ تاریخی باشند از تکیه بر ثروت مردم ایران می‌آید که به آنها پرداخت می‌شود؟ وكنت على موعد في اليوم الثاني للسفر في الطائرة فوجدت 22 مليون دولار في حقائب موجودة في المطار. كان الاتفاق على مبلغ أكثر من ذلك، ولكن كنا 9 أشخاص لا نستطيع أن نحمل أكثر من ذلك. كانت كل شنطة فيها 40 كيلو. إذن أول انطباعي كان عن هذا الرجل هو أنه رجل صادق، رجل فاعل يستطيع أن يحقق وينجز وله مسؤولية. در پی درگیری‌های اخیر حماس و اسرائیل، اسماعیل هنیه به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشت و از او تشکر کرد. سید علی خامنه‌ای که بارها نامه‌های کسانی مانند سید محمد خاتمی را بی پاسخ گذاشته، به سرعت به او پاسخ داد و نوشت: نامه جناب عالی را که در آن شرح و تحلیل جهاد اخیر فلسطین را مرقوم داشته اید دریافت کردم. مبارزه شما مقاومت در برابر ظلم، کفر و استکبار است و چنین مبارزه‌ای مرضی خداوند عزیز قدیر و مصداق ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم است.
به حول و قوه الهی پیروز خواهید شد و ارض مقدسه را از لوث وجود غاصبان تطهیر خواهید کرد. انشاءالله. برادرتان سید علی خامنه ای. و حالا سند جهاد اسماعیل هنیه از هتلی آمده است که $1,000,000 هزینه روی دست برادر خامنه ای گذاشته است و در واقع روی دست ملت ایران. سند خوشگذرانی فرماندهان فلسطینی در هتل‌های لوکس در حالی منتشر می شود که در ایران و بسیاری از دیگر نقاط جهان آنها با تبلیغات و پروپاگاندا توانستند چهره مظلومانه‌ای از خود ارائه دهند. به خصوص با تاکید بر کشته شدن کودکان در غزه که احساسات جهانیان را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد. سلبریتی های ایرانی هم در این باره با آنها همدردی کردند، در حالی که به کشته شدن کودکان و نوجوانان ایرانی در آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی هیچ واکنشی نشان ندادند. دیدن یه سری تصاویر از کشته شدن مظلومانه بچه‌های فلسطین و اینطوری به خاک و خون کشیدن این مردم بی‌پناه احساس کردم سقوط کردن به دور از وجدان. من نمیدونم این ویدیویی که میگیرم تأثیری داره یا نه، اما میدونم یک روزی به خودم میگم در مورد این فاجعه تاریخی سقوط نکردم و فکر میکنم که وظیفه همه ماست که تا اونجایی که میتونیم صدای این مردم مظلوم باشیم. از شما مردمم خواهش میکنم، از بقیه همکاران، تا اونجایی که میشه این ویدیوها رو بگیریم در فضای مجازی بذاریم تا شاید صدای این اعتراض رو و این حمایت کردن از این مردم بی‌پناه رو جهانیان بشنوه. فعالان رسانه‌ای عرب از لغو تعطیلات تابستانی اسماعیل هنیه در مسکو خبر دادند و گفتند به نظر آنها لغو این سفر تفریحی به خاطر لو رفتن اقامت او در هتل 5 ستاره دوحه بوده است. لو رفتن این صورت حساب $1,000,000 گرچه ممکن است بسیاری از ایرانی‌ها را که روز به روز فقیرتر می‌شوند خشمگین کند، یک اثر دیگر هم دارد و آن نشان دادن چهره‌ای دوگانه و ریاکارانه از فرماندهان فلسطینی است و این باعث می‌شود که بسیاری به این مسئله هم فکر کنند که آنها در نبرد خود با اسرائیل چقدر از این صفت دوگانگی و فریب استفاده می‌کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به کشته شدن ایرانی‌ها در آبان 98 واکنشی نشان نداد، حالا به آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره جنایات جنگی اسرائیل در جنگ اخیر غزه رأی داده است. بسیاری معتقدند که این جو ناشی از اقدامات حماس در ساختن سپر انسانی از مردم غیر نظامی و صحنه‌سازی کشته شدن کودکان است. این افراد میگویند اسرائیل در این جنگ انسانی‌تر از حماس عمل می‌کند. There are two views of the Israeli military, what you hear in most of the media and the truth. I'm going to tell you the truth. I was the commander of British forces in Afghanistan. I have fought in combat zones around the world, including Northern Ireland, Bosnia, Macedonia and Iraq. I was also present throughout the conflict in Gaza in 2014. Based on my experience and on my observations, the Israel Defense Force, the IDF, does more to safeguard the rights of civilians in a combat zone than any other army in the history of warfare. Nowhere was the essential morality and decency of the IDF more evident than in the Gaza war of 2014. If ever there was a purely defensive war, this was it. The war was started by Hamas, the terror organization, designated as such by the US State Department that runs the Gaza Strip. The IDF took extraordinary measures to give Gaza civilians notice of targeted areas, dropping millions of leaflets, broadcasting radio messages, sending texts, and making tens of thousands of phone calls. Let me repeat that. The Israelis called Gazans on their cell phones and told them to leave their residences and move to safety. Never in the history of warfare has an army phoned its enemy and told them where they're going to drop their bombs. Many IDF missions that could have taken out Hamas military capabilities were aborted to prevent civilian casualties, increasing the risk to Israeli citizens and soldiers. Despite all of this, of course innocent civilians were killed. Every war is chaotic and confusing, and mistakes are frequent. But mistakes are not war crimes. Hamas, on the other hand,
committed war crimes as official government policy. Hamas deliberately positioned its military assets among the civilian population, hiding weapons in schools and hospitals, and placing rocket launchers alongside apartment buildings, then forced those civilians to stay in areas they knew would be attacked. They also instructed their people to report the lie that every Gazan killed was a civilian, even if they were actually fighters. And if there were no civilian deaths, Hamas made them up. Numerous internet sites show Palestinians elaborately staging sniper victims and smashed ambulances, among other phony horrors. It's so common, there's even a term for it, Pallywood, as in Palestinian Hollywood. Ironically, it's the leaders of Hamas themselves who best understand the extraordinary measures the IDF will take to protect innocent civilians. They take full advantage of Israel's decency and adherence to the laws of war. No army takes such risks in order to protect civilians as the Israeli army does. I say this as a professional soldier. I say it because it's true, and people who care about truth should know it. I'm Colonel Richard Kemp for Prager University. موسی حسن یوسف فرزند یکی از رهبران حماس است که از پدر خود بریده. او هم معتقد است حماس به هیچ اصل و قاعده انسانی پایبند نیست. المسلمون ليسوا إرهابيين بالفطرة أو بالطبيعة. هم لديهم أخلاق هم من أفضل الشعوب حسب رأيي، ولكن إذ إن بقي المسلمون يعطون غطاء للإرهابيين، وإن بقى المسلمون يبجلون ويحترمون هذا الإرهابي الذي يفجر نفسه ويقتل أطفاله، والدي شريك. إسرائيل انتهجت نهج عنيف وقتلت أناسا أبرياء وقتلت أناسا بسبب وبدون سبب، ولكن هنالك أخطاء، وكل دولة على وجه الأرض لديها أخطاء. إسرائيل ليست الوحيدة، ولكن الذي يفرق بين إسرائيل وحركة حماس أن إسرائيل سيد مصعب، يعني عندما ترتكب إسرائيل أخطاء كما تقول، يعني عندما تقتل أبرياء هذا خطأ، ولكن عندما الآخرون يقتلون أبرياء ليس خطأ. أقول أن القتل هو خطأ مهما كان هذا الطرف، ولكن حركة حماس لم يكن لديها مبادئ وقوانين وحدود. إسرائيل هي دولة مرتبطة بالقانون ومرتبطة بالدستور، وحتى لو كان هنالك إنسان عنصري في داخل دولة إسرائيل يحاكم في أعطيني مثلا لشخصية واحدة في حركة حماس. صورت حساب $1,000,000 اسماعیل هنیه و برادرانش علاوه بر تمام نکاتی که آشکار می‌کند، برای ایرانی‌ها اهمیت مضاعفی دارد، زیرا آنها در واقع پرداخت کننده این صورت حساب هستند، در حالی که دستهای قدرتمند فقر روز به روز گلوی آنها را بیشتر می‌فشارد. حالا دیگر علاوه بر کارگران، معلمان، پرستارها و بازنشسته‌ها، استادهای دانشگاه هم برای شکایت از فقر روزافزون به خیابانها آمده‌اند. هزینه $1,000,000 اقامت اسماعیل هنیه و یارانش در هتل ماندارین اورینتال دوحه شاید به نظر آنها که با چمدان از ایران دلار میبرند هزینه زیادی به نظر نرسد، اما برای ایرانی‌ها میتواند هزینه واکسیناسیون صدها هزار نفر باشد، یا هزینه خریدن گوشی و تبلت برای صدها کودک محروم، و به همین ترتیب هزینه افروختن چراغ‌هایی که به مسجد حرامند و یکی یکی در خانه‌های ایرانی‌ها خاموش می‌شوند. ضمن اینکه کسی نمی‌داند از این صورت حساب‌ها چند تای دیگر با چه مبالغ دیگر و در کدام هتل‌های دیگر جهان بایگانی شده و می‌شوند. اما همه می‌دانند که سیاست خارجی ایران هر روز بیشتر به پرداخت این صورت حساب‌ها علاقه‌مند می‌شود. شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟ این نکته میخوام بگم حاج قاسم اصلا ما رفاقت داشتیم با هم. بعد زمانی که من وزیر شدم به چیزی که خود حاج قاسم تو صحبت با من میگفت، دورانی بود که به حمدالله ما وزارت در اختیار حاج قاسم گذاشتیم. خود بچه‌ها وزارت هم خوشحال بودن ها. ما با حاج قاسم هفتگی تو وزارت یه بار ایشون اومد، یه بار من میرفتم.
و ارتباط بسیار نزدیکی داشتیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. کانال کوچه جایی است برای حرف زدن از مسائل روز ایران. اگر مایل به گفتن و شنیدن از ایران هستید، لطفاً نظرات سازنده خودتون رو برای کامل شدن موضوعات مورد بحث روی دیوار کوچه بنویسید و اگر روش ما رو در انعکاس مطالب میپسندید، به جمع همراهان نازنین کوچه بپیوندید. دکمه سابسکرایب در پایین همین ویدیو هست. سپاس.